نازنین یونس‌علیزاده 70 ساله تقریباً 2 سال باز پسرش را پرستاری میکند. پسرش نسیم 43 ساله حرکت کرده نمیتواند. مادرش مجبور است او را خود نگاه بین کند. نسیم میگوید ماه نوامبر سال 2023 در یک تصادف راه جراحت وزنین برداشت و به این حال افتاد. باید بالا اومد من نپرفتکت نکرد زد من داشتی نفهمیدم چه شد عیبی راننده شد ما ریختان که بودم من برچی مرچه دیکو. نسیم عاقلوف کفشیرگر بود و در ساختمان بناهای بلندآشانه شهر خوجند کار میکرد. او میگوید حادثه زمانی رخ داد که با دوچرخه از کار برمیگشت و نقلیات خرد اسکوتر به او آمده زد. خودش و مادرش راننده را عیبدار می‌دانند، ولی مقامات میلیسای محلی و دادستانی طبق سنجش ها خود نسیم عاقلوف را گناهکار دانسته است. تا پرزیدنت تا آزاده تا گنرالنی پروکراتوره رفتم اینجا رول کلان به بازی کداست همرالیف بعد دو سه روز میموری نویس کردن نگیر من به بخیلی کداستی من چیزی وای به بخیلی میکنم من گفتم من به تو حقیقت گو نکن یگان بار نمیگو که عیبی بچت دستی خودش انده همرالیفه همین پرابلمه خودش چه خواهد هم خیل وای کداست. مفتش همرالیف نخواست در این باره با رادیو آزادی صحبت کند، ولی راننده اسکوتر در یک صحبت تلفنی گفت که هرچی از دستش آمد آن را دریغ نداشت. ما چند باری وای به یاردم کردیم و همه مایده آنچه یاردم کردیم اکنون ما منم کار سرکه کار میکردیم این فلاکات شد اصلش عیبی وایده بعد کرمان خیلی دستایی اکور برامدگی منم خیلی. مادر و پسر میگویند در بیش از 2 سال اطراف 80,000 سامانی برای طبابت صرف کردند و دیگر توان ادامه طبابت را ندارند. در یک ماه هر دویشان همگی 600 سامانی نفقه میگیرند. آنها طلب مجازات نفری را ندارند، تنها میخواهند که به آنها کمک شود تا از این وضعیت بیرون برآیند. من پوچه اپراسیونم باز من با همینه چیکار میکنید؟ کار زندگی بچه من همین پاچکش اپراتش کند و خیزد و رود کار کند حساب زندگانش یاود بعد سری من خدا میداند این یک جای خواه رفته همین کتی اینم گوشنگی میمورد. سالانه در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. در چند سال اخیر چنین صدمه ها با سکوتر و سمکت ها نیز زیاد شدند. به این خاطر در پایتخت کشور استفاده چنین نوع نقلیات را موقتا منع کردند. احتمال این قرار به دیگر منطقه ها نیز تاثیر رساند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.